این لحظه تیم فوتبال استقلال بازی رو آغاز میکنه و شهرآورد 75 هم شروع میشه. جواد نکونا پاس بلند اول برای آرش برهانی، ضربه اول رو نور محمدی میزنه. فابیو جانواریو پشت توپ قرار گرفته. نیلسون برزیلی با مدافعان خودشون صحبت میکنه. جلال حسینی با منتظری حرکت میکنه. جانواریو سانچو بلند به دروازه، موقعیت خطرناک برای تیم فوتبال استقلال. فولادی و پای چپ بلند روی تیر دوم، ضربه سر خطرناک از علی کریمی و نزدیک بود دروازه استقلال باز بشه. صحنه رو با هم مرور میکنیم. توپ بلند روی دروازه تیم استقلال، ضربه سر خطرناک علی کریمی که رحمتی هم از دروازه بیرون اومده بود و توپ هم به بیرون رفت. غلامرضا رضایی به عقب‌تر، قاضی با پاس بلند برای رضایی داخل محوطه جریمه، ضربه خطرناک زاویه بسته و که رحمتی به کمک مدافعان خودش دور میکنه با باز هم کرنر. استقلال با ملوان 1-1 کرد و داماشیل با یک گل پرسپولیس رو بردن. باز هم پرسپولیس ضربه‌ای که از راه دور زده میشه و این بار هم رحمتی دور در اختیار میگیره. هاشم بگزاده خوب کار میکنن استقلالی ها. باز هم جانواریو از راه دور، ضربه خطرناک جانواریو و توپی به بیرون رفت. کریمی رد میشه، مهدوی که مستقیم به سمت چارچوب رو مشت میکنه. رحمتی خود علی کریمی رو به جلو حرکت میکنه، پشت محوطه جریمه در عرض میاد. حالا کریمی سر توپ میزنه، موقع پرسپولیس زمین بغل پای خطرناک و توپی به بیرون میزنه محمد قاضی. پرسپولیسیا پاس عالی علی کریمی چیکار کرد؟ علی کریمی سر توپش هم عالی بود، پاسش هم خیلی خوب بود، اما ضربه‌اش رو خیلی بد زد محمد قاضی. مهدوی که پای راست زد، یه خطرناکی مهدوی کیا بازم فولادی خواهر رو پای چپ بلند کارتا روی دروازه، موقعیت خطرناک ضربه سری که اونجا زده میشه و توپ هم به بیرون رفت. مهدوی کیا پای راست بلند داخل محوطه جریمه، در زمین استقلال موقعیت بود. بگزاده اسانس بلند روی دروازه، ضربه سر خطرناک حنیف عمرانزاده و توپی به بیرون رفت. علی کریمی ضربه رو خواهد بود، یه ذره بیشتر براش مزاحمت ایجاد میکنن طرفداران تیم فوتبال استقلال که بلافاصله بازیکن استقلال میان، میخوان که طرفداران تیم استقلال آماش خودشون حفظ بکنن. رحمتی اونجا هست، بدون منتظری هست و سیاوش اکبرپور و ضربه باید زده بشه. آقای ترکی میاد به لبه خط با دوباره چهارم و مسئول برگزیدگی مسابقه صحبت میکنه. سانتر علی کریمی بلند تیر دوم، موقعیت خطرناک برای پرسپولیس و توپی که به بیرون رفت. پرتاب رو حنیف عمرانزاده میخواد انجام بده. بالاخره خورد به حنیف عمرانزاده. و آقای ترکی توپو برمی‌داره، میاد گوشه زمین تا شرایط اون طرف آروم بشه و بتونه اجازه بده که کار دنبال بشه. 70 دقیقه پرسپولیس 0 استقلال 0. 34.5 فاصله توپ به خط دروازه است. با پای راست بلند روی دروازه، باز هم نیلسون دروازه بیرون میاد و توپی که بیرون میره با کورنر برای تیم استقلال. موقع خود پرسپولیسیا رضایی تکل گل دروازه‌بان استقلال ضربه‌شون هم میزنه روی رضایی، توپو میگیره رحمتی. بازیکن تیم استقلال پشت محوطه جریمه موقعیت رو دارن، ضربه خطرناک رودریگو توزی و توپی از کنار دروازه به بیرون رفت. و تمام اجازه نمیده آقای ترکی بازیکن استقلال ضربه خطا رو بزنن. بازی تمام میشه تا شهرآورد 75 0-0 مساوی تمام میشه. آمار رو هم میبینید.